من کیستم؟ من کیستم؟ در سکوت بنشینید و به آرامی بارها و بارها بپرسید من کیستم؟ همینطور که عمیق میشوید لایه‌های سطحی کنار میروند. من اسمی دارم ولی من آن اسم نیستم. من بدنی دارم اما من آن بدن نیستم. من کیستم؟ من کیستم؟ من روابطی دارم اما من آن روابط نیستم. من کیستم؟ من خاطرات واضحی نسبت به گذشته دارم اما من آن خاطرات نیستم. من آرزوها و رویاهای متقاعد کننده ای برای آینده دارم اما من آن افکار نیستم. من کیستم؟ من شادی و غم، هیجان و ترس، عشق و خشم را احساس می کنم اما من این احساسات نیستم. من کیستم؟ وقتی تمام چیزهایی که فکر می کنم خودم هستم محو بشوند چه چیزی باقی می ماند؟ من کیستم؟ همینطور که هم هویت شدگی با بدن و افکار و احساسات را رها می کنم تنها یک چیز باقی می ماند و آن آگاهی خالص است، گسترده و پهناور مثل آسمان. من عشق هستم. من نور هستم. من خود آگاهی هستم. من عشق هستم. من نور هستم. من آگاهی هستم. من فقط هستم.